در حق نفس خود خیانت کرده. چرا؟ نفس خود پیش کرده در آتش جهنم توسط همین حق تلفی و گناه. الله متعال و پیغمبر میگه لیکن اصلا درس برای دیگر هست. کسایی که نفس خود در خیانت انداخته، گناهگار خائن نفس خود است. چرا گناهگار نفس خود به آتش جهنم پیش میکنه؟ یا کسی که خودش نفس خود در جهنم میپرته، تو چرا دفاع ازو میکنی؟ دعوای جنتی بودنش هم میکنی؟ باید نکنی. درس برای ماست. بنابر تعصب قومی از کسی دفاع نکنی، پشت دلیل ببین. ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما. قاعده عمومی الله متعال است، قانون کلی الله متعال است. یقینا الله متعال لا يحب، دوست نداره، من کسی را کان که باشه خوانا بسیار خیانت کننده، اثیما خیلی گناهگار، مثل که کم خیانت کننده را الله دوست نداره. یستخفون من الناس، می پوشان خیانتای خود من الناس از مردم، ولا یستخفون من الله، نمی پوشان از الله متعال. یستخفون من الناس، خود از شرم خود پټ میکنه، پنهان میکنه از مردم. چرا که مرتکب گناه شده یا اینقدر میشرمه که ما خود گناه کردیم قومی ما، لیکن یا از الله نمیشرمه. مردم خیلی اعتبار و اهمیت داره، یعنی که الله خود رو دیده. ولا یستخفون، و شرم نمیکنه که پنهان نمیکنه خود من الله از الله، و هو معهم، الله امرایشان است. به اعتبار علم و قدرت، از علم الله هیچ حرکتی تو بیرون نیست، از قدرت الله تو بیرون نیستی. معهم امی معنا را داره. ذات الله در عرش است، الرحمن علی العرش استوا. اما قدرت الله متعال، علم الله متعال متعلق تمام کائنات است، هیچ چیز از علم الله بیرون نیست. اگر کسی نعوذ بالله میگه که ذات الله در هر جای است، امرای هر کس است، گپ غلط است. اینی عقیده وجودی است، وحدت الوجود که برش میگه. وحدت الوجود والا میگه در دنیا چیزی را که میبینی وجودی الله است، هیچ وجود دیگه وجود نداره. نعوذ بالله لازم میشه که سگ هم الله باشه، خنزیر هم الله باشه. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، الله در علمشان، در علم الله هستند. در آن وقتی که از شب جرگه میکردن، ما اوتر جرگه ها را، اوتر سخن ها را، لا یرضا که خوش نداشت، من القول از گفتار. ایتر گفتارای در یا شروع میکردن که چطور سبا نقشه را طرح بکنیم، پیش پیغمبر بریم، دفاع از طعمه یا بشیر بکنیم. یک نفری دزد خدا قوم دفاع میکرد، شب جرگه ها میکرد. الله متعال میگه همو جرگه های شب برای الله معلوم است که چی میکنه. و کان الله بما یعملون محیطا، هست الله با آن چیزی که انجام میده احاطه کننده. چه رقم؟ به علم خود، به قدرت خود یار احاطه کرده. یک امر بیرون از علم الله واقع نمیشه. یا چطور خدا پنهان میکنه؟ ها انتم ها اولای، ای حامیان امیم طعمه یا بشیر، شماست ها اولای، ای جماعت، ای حامیای امیر دزد. جادلتم که شما به غرض جواب گفتگو کرده، مجادله کرده، عنهم در مورد امی مردمای منافق، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا. در زندگی دنیا به خاطر حفظ آبروی ازوا دلیل و دلیل بازی را کرده، در دنیا خمی قدر کرده، شاید خطا می کرده پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله. اما کیست که در آخرت از جا مجادله کنه؟ فمن یجادل الله، کیست که مجادله کنه؟ یعنی از طرف عنهم در مورد ازوا، از طرف ازوا دلیل بگویا به امرای الله متعال. یوم القیامت، در روز قیامت. روز قیامت خو نه کسی جواب قولی داده میتونه، نه عملی، نه فعلی. کسی مقدمه را پیش کرده نمیتونه. اما یکون علیهم وکیلا، کس بالای امی مردم وکیلا، نگران که حفاظت کنه از عذاب الله متعال. کسی هست؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، ترغیب به سوء توبه است. انسان خطا میشه، معصوم انبیاء علیهم السلام است، دیگران است. امتیاز و خصوصیت صحابه کرام دایی بود که واقع مرتکب گناههای کبیره شدن، زنا کردن، قتل کردن، بسیار گناههای کبیره را انجام دادن، اما الله متعال توفیق توبه را برش نصیب کرد. شان صحابه کرام که بلند است، امتیازی که الله برش داده امیست.
که بعد از گناه خود گناهگار شمرد، به قانون الله متعال خود تسلیم کرد. معز و غامدیه رضی الله عنهما زنا کرده خود حاضر میشه و پیغمبر خود پیش میکنه که حد الله را سر ما جاری کن. ما ننگ، ما شرمندگی، خجالت، عذاب، تکلیف، دشواری، کلی گپای دنیا را میپذیریم به خاطر ازی که نجات از عذاب آخرت بیابیم. عقیده نمی رقم انسان وادار به تمام گپا میسازه. چرا؟ به خاطری که عذاب دنیا خیلی اهون و سبک است از عذاب آخرت کرده. این امتیازی صحابه بود. صحابه معصوم نبودن، پیغمبر واری که گناه نکنه، گناه میکردن، اما الله متعال توفیق توبه را برشان نصیب کرده. این را میگه حفاظت. صحابه معصوم نیستن، محفوظ هستن. الله حفاظتشان کرد، توفیق توبه را برش نصیب کرد اگر گناه از پیش صادر شده. موت پیغمبر نیستیم، از موت و گناه ها خیلی زیاد سرزد شده. بهترین موقع ورا کدام است؟ قرآن برات میگه و من یعمل سوءا، کسی که یک کاری زشت غلط بکنه، او یظلم نفسه، یا ظلم سر نفس خود بکنه. کلمه سوء اگر قطعش ظلم نفس ذکر نشده باشه، هر گناه را گفته میشه که گناه به حق خود باشه یا به حق دیگه کس. اما وقتی که یظلم نفسه قطعش آمده، مراد از سوء گناه شد که ظلم یا در حق دیگه کس تجاوز کرده باشه. پس کسی که عمل میکنه بده، در حق دیگه کس عمل زشت انجام میده، نادرست انجام میده. او یظلم نفسه، یا ظلم میکنه بالای نفس خود، اگرچه در اونجا تجاوز به دیگران نیست، یعنی گناه که در بین خود و الله ازی قرار داره، نماز نمیخونه. گناه است که اتعدا بالای دیگران نیست، گناه است که در بین مردکه و الله قرار داره. ثم یستغفر الله، بعد از او بخشش طلب بکن از الله متعال موافق شریعت، بعدا کردن حق بنده ها، آن چیزی که مناسب است که شرایط توبه است. شرایط توبه در حق الله سیست. گناه را گناه بدان، پشیمان شد، دیستی او را ترک و آینده تصمیم بگی که باز این کار را نمیکنم. 3 شرط در حق الله است. 4م شرط در حق بنده اضافه میشه. آن چیزی که حق بنده پیشید موجود است پس رد کن، بده، تسلیم کش. الله متعال میفرما کسی اگر مرتکب همین جنایت و گناه شد، ثم یستغفر الله، بعد بخشش از الله طلب میکنه، بخشش غیر از الله از کسی دیگه طلب نمیشه، یجد الله، میاب الله متعال غفورا، مهربان ذات، رحیم و رحم کنند. غفور است، الله توبهش قبول میکنه، مهربان ذات است، رحیم و رحم میکنه، اثر گناه را زود دور میکنه. الله متعال آنقدر مهربان ذات است که بنده خود اگر واقعا به اخلاص توبه کنه در روز قیامت اثر گناه را محو میکنه که شرمنده در پیش مخلوق نشه. بندیم شرمنده در پیش مخلوق نشه و او گناه را بیخی محو میکنه. و من یکسب اسما، کسی که کمایی میکنه گناه را، فانما یکسبه علی نفسه، گناه کسی میکنه بالای خود، تاوان ضررش سر خودش است، به دیگه کس ضرر رسانده نمیتونه. چه رقم؟ کسی که کمایی میکنه اسما گناه را، فانما یکسبه علی نفسه، یقینا گناه ها اگرچه در ظاهر مختلف هستند، گاهی ضررش به دیگران می باشه، گاهی ضررش به خودش است، ولی در حقیقت و نهایت در آخر کار کل ضررش بالای خودش است. چرا؟ در ظاهر در دنیا که تجاوز بالای حق دیگران کردی، اگرچه در ظاهر نقصان به او رساندی، اما تباه خود کردی. در روز قیامت الله متعال زمانی که انتقام این شخص از تو میگیره، یا استکی اعمال نیکت میگیره، یا استکی اعمال نیک نداشته باشی، اعمال بدی از او را سر تو مندازه. پیغمبر علیه السلام به صحابه نگفت که مفلس میشناسی؟ صحابه گفتن مفلس کسی است که چیزی نداشته باشه یا رسول الله. گفت نه، مفلس حقیقی را شما نشناخته. مفلس حقیقی کسی است که در روز قیامت آورده میشه، اعمال نیک داشته میباشه، آدمی خوب میباشه، کارای خوب کرده، اما به یکی دشنام داده، از یکی بگوی حقش تلف کرده، دیگر تجاوز کرده، کل اعمال نیک از این گرفته میشه، به مردم داده میشه، این مردکه لچ باقی میمانه، یک عمل امرش باقی نمیمانه. قرآن کریم که اینجا برای ما میگه کسی که کمایی کرد گناه را، اگرچه در ظاهر به دیگران ضرر رسانده، اما در حقیقت و انجام اوتور نیست، بلکه فانما یکسبه علی نفسه، سر نفس خود کسب کرده این گناه را.
در روز قیامت انتقام شخص دیگه ازی گرفته میشه، چیزی داشتگی خود کلش از دست میده، حال دیگه طرف جهنم روان شد. تبا کی کرد؟ تبا جان خدا کرد، در بدر کرد خدا. در نظام الله خوبی از کدام تاثیری نداره، در نظام الله هیچ کدام نقصانی وارد نمیکنه. چقدر قرآن کریم ما را چقدر بیدار میکنه. انسان گناهکار فقط ظلم سر نفس خود، انسان گناهکار نفس خود به جهنم پیش کردن، انسان گناهکار خود رسوای عالم ساختن. و کان الله علیما حکیما، هست الله علیم، تمام گناه ها را الله برش معلوم است، هر کسی که انجام داده. حکیما، حکمت والاست، تجویز جزای مناسب الله میکنه مطابق گناهش. ظلم الله سر کسی نمیکنه، خو حقی کسی هم تلف نمیشه که یک مظلوم حقش تلف شود، نه. و من یکسب خطیئتا و اثما، کسی که کمایی میکنه خطیئتا گناه صغیره را و اثما یا گناه کبیره را یک. یا من یکسب، کسی که کمایی میکنه خطیئتا لغزش هایی که بدون قصد و اراده باشه، او اثما گناهی که با قصد و اراده باشه، ثم یرمی بهی بریئا، بعد از میزنه پرتاب میکنه توسط همی گناه خود بریئا یک آدمی پاکه که هیچ نوع ملوث به گناه نیست، فقد احتمل یقینا ورداشتی مردکه سر شانای خود ورداشت، بهتانا و اسما گناه را مبینا آشکارا، گناه را خود انجام داده خرد یا کلان، اما پس از او متهم میسازه به این گناه کسی دیگری را. طعمه و عبیرق همی طور بود، بوجی آرد برد خانه یهودی، بیچاره یهودی را پیش کرده بود. قریب بود که پیامبر علیه السلام یهودی را دست شقت بکنه، حتی در بعضی روایت آمده که دست شقت هم کرد، لیکن راجح نیست. لیکن زمانی که الله متعال وحی را روان کرد، عدالت اسلام چطور بود؟ اون یک جانب یهودی بود، یک طرف به ظاهر مسلمان نما. الله متعال دهی سعی نکرد که برو مسلمان نما براءت پیدا بکنه، یهودی باید متهم شود. لا اقل همی قدر فایدهش خو میرسه که به مردم مشهور میشه که مسلمان دزدی نکده، یهودی دزدی کده. اما اسلام عدالت مراعات میکنه. همینجا یهودی مجرم نیست، قرآن از او دفاع کرده، پیغمبر علیه السلام آیت آمد و اینجا سرزنش میکنه می کسایی که اسلام نماسته. گناه را خود میکنی متهم دیگه کسا میسازی دیگه. ثم یرمی بهی، رمی پرتاب کردن میگه، مثل که تیر میزنی، اشاره به ایسته که ای مثل که در ظاهر یک خط تفنگ فیر میکنی و آدم میکشی، زخمی میسازی و گار میسازی، در بدر میسازی. تهمت ناحکم حیثیت تیره داره. تیره چرا؟ تیر خو زخم است. در پشتو چی میگه؟ د گوله زخم زر جوړیږي و د پیغور زخم تر قیامت پوری وینه. زخم مرمی میگه زود جور میشه، چند روز بعد تداوی میکنی، اما پیغوری کی دادی، طعن کی گفتی، هیچ جور نمیشه. قرآن کریم از همون خاطر امی قسم تعبیر کرده. فقد احتمل، مثل که بشیر یا طعمه بالای شخص یهودی تهمت بسته کرده. یکی یا ایست که مراد از پیشش ایسته تهمت برای کی بسته کرد که اونجا رفعه را گفت که این سر ما دروغ میگه، حالا که کار کرده بود و برداشته. فقد احتمل، برداشته بهتانه و اسما گناه را مبینا آشکارا، گناه آشکارا. گناه آشکارا است که خود اما عمل بد انجام دادی، بعد از اون دیگه کسی متهم کردی. مسلمان ها وقتی زندگی میکنه اعتماد، فضای اعتماد در بینشان میباشه، عدالت اجتماعی را رعایت میکنه. گناه جرمی از این مردکه به خاطری خیلی بلند میشه، وقتی که گناه را خود کرده کسی دیگر را متهم میسازه، امی اعتماد اجتماعی و عدالت اجتماعی از بین رفت، فضای اعتماد مکمل ختم میشه، از بین میره. هر مسلمان برای دیگه مسلمان اعتماد داره، او تو میگیری گناه خود سرش میچسبانی، فضای اعتماد از بین رفت. که فضای اعتماد از بین رفت، خانه جنگی شروع میشه، در بدری شروع میشه. امروز افغانستان ما چیزی که فاقدش هست این همیسته که فضای اعتماد از بین رفته. یک ملت سری ملت دیگه اعتماد نداره، مسلمان سری مسلمان اعتماد نداره،
وگرنه این جنگا کلش از بین رفته. هیچ چیز. این تخم نفاق همین دنیای کفرکاری ده برای ما و شما. من خود پیش گفتم که یکی را در بغل گرفته دلار میده، دیگر را در کو یاغی ساخته. این تخم نفاق کاری ده فضای اعتماد از بین دو برادر ورداشته. از همون خاطر است که نفاق جنگ 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 تمام عمر یکی به دیگه منتظر ریختاندن خونش باشه. قرآن کریم واضح برای ما میگه اینجا است که واقعا گناه آشکارا میکنه، خود اثراتش آشکارا میشه. چرا؟ عدالت اجتماعی ختم میشه، امن از بین میره. امن به خاطری که تو دیگه کس متهم کردی، اعتماد سر تو نمیشه دیگه، خلاص عالم هر کس متوجه خود میشه، از خود دفاع میکنه. ولولا فضل الله علیک، اگر نمی بود احسان الله بالای توی پیغمبر علیه السلام، مثل که عالم قائم است بالای تو همی فضل و رحمته، رحمت الله سری تو نمی بود، لهم طائفتون، اراده کرده بود، قصد کرده بود طائفتون، یک گروه چالاک، منهم از زمین منافقین، ایضلوک که ده غلطی بندازه، تو را ده غلطی بندازه. به خاطر دفاع از قومیت خود می گرفتن یهودی را متهم میکردن، نفر خودشان که دزدی کرده بود ای را پاک و صاف اعلان میکرد. آلی تو را ده غلطی چطور منداز؟ کسی که مجرم نبود تو را مجرم تلقی میکردی، حد سرش جاری میکردی. یک. دوم، قصد کرده بود یک جماعت منافقین از یا منهم ایضلوک که تو را خطا بسازه، به خاطر رعایت عدالت اجتماعی تو را دیگه طرف ببره، عدالت اجتماعی از بین بره. چرا؟ در ظاهر طرفدار مسلمان خدا وانمود کنی، اگرچه از گناه بری یهودیست، فیصله سر یهودی میکردی، اینه عدالت از بین میرفت. تلاش کرده بودن که تو هم در زندگی خود عدالت مراعات نکنی، نعوذ بالله. لکن بنا فضل الله متعال سخنای لشم و چربی از ما سری تو تاثیر نکرد. چرا؟ الله متعال تو را حفاظت کرد. معلوم شد که مسئولیت پیغمبر علیه السلام ذاتی نیست، الله متعال او را حفاظت کرد پیغمبر. چرا؟ به خاطری که پیغمبر اگر اینطور کارا را بکنه خود دیگه کس برای خود دلیل و سند میگه پیغمبر این کار کرده، من خود میکنه، من خود تابع از اوستم. الله متعال نمیگذاره که پیغمبر امر خلاف شرع را انجام بده، به خاطری که الگو نمونه برای دیگراست. اگر او کار خراب انجام بده نعوذ بالله پشتی سرش دیگه مردم هم انجام میده و هیچ نوع باز اون هم سند و دلیل است. چرا؟ الله امر کرده که اطاعت پیغمبر بکنی. اینا اطاعت پیغمبر باید کل اعمالش درست و ثواب باشه، خطا قطعا موجود نباشه. و ما یضلون الا انفسهم، گمراه نمیکنن مگر نفسای خدا گمراه میکنه. تو خود معصوم هستی، الله نمیگذاره که تو خطا شوی، خدا گمراه کردن. چرا؟ به حق تسلیم میشدن، چیزی که واقعیت بود پیش میکردن، ضرورت نبود که قسما بخوره، دفاع از دزد بکنه، نعوذ بالله پرداری بکنه. و ما یضرونک من شیء، ضرر رساندن نمیتونه برای تو هیچ چیزی را. الله متعال پیغمبر خود تسلی میده. بس اوقات انسانی طور فکر میکنه که خو این قدر قوم اگر مخالف شه باز چی طور کنم، مثل که رئیس جمهوری فعلی هر کسی که قوم و تنظیم قوی داشته باشه از پیش میترسه، ولو که هر قدر مجرم هم باشه برش نمیگه تو مجرم هستی، میگه نه تو خوب آدم هست، به خاطر که اون طرف قوم بزرگ داره. الله متعال میگه نه دی فکر نباشی که یک قوم بزرگ مخالفت شد، در ظاهر مسلمانی کلش خفه کردم و اینجا یک یهودی را بعد خفه میکردم و این قدر مسلمان ها اینالی از دست آدم میره. الله متعال میگه نه، عدالت قایم شو ولو که در حق یهودی است و همین قدر مسلمان ها بره پناهش به الله، حق جای خدا بگیره. با وصف که اینجا 100 نفر شاید مخالفت کنه، بیخی اسلام ترک کنه نعوذ بالله، اما تاریخی خط زرینه این عدالت واقعی را ثبت میکنه. آینده مردم میدانه که اسلام کدام دین و نظام است. اگر 100 نفر امروز رفته با پی بردن حقیقت عدالت اسلام به هزارها مردم دیگه اسلام میاره. از همون خاطر است قرآن برای ما درس میگه ما دنبال از این نرویم، کثرت گرایی را در نظر نگیریم، تحقق عدالت را در نظر بگیریم.
خفه شوه، قوم خفه شوه، کلگی خفه شوه، اما عدالت جای خود میگیره. یک نفر است حقش است او تحقق پیدا کنه. امروز گپا نیست. در محکمه دعوا دایر میشه، یک جانب یک نفر غریب است، کس و کوی نداره، تنظیم نداره، پشتیبان نداره، دیگه طرف شخصی است که یا وزیر است، کاکایش یا مامایش یا قومش یا وکیل پارلمان است. بره مقدمه را ببینه، محکمه را که حکم جناب قاضی صاحب که داد از شریعت میزنه، امو حکم برعکس به نفی که کدام طایفه تثبیت کرده، کدام طایفه. الله متعال این حکم برای کلگی است که عدالت قائم شود. و انزل الله علیک الکتاب والحکمت، فرو فرستاده. یعنی چه قسم ممکن میشه که تو را در غلطی بندازه؟ کسی که حاوی علوم قرآن و حدیث باشه، در علم قرآن و حدیث از او که در مرتبه بالا و دست بالا دیگه کس نداشته باشه، او خطا میشه. کلا قطعا نه. قرآن کریم ما را ترغیب بده که اگر کسی میخواه عدالت قائم کنه، اگر کسی میخواه که واقعا خطا نشوه، نعوذ بالله در گمراهی واقع نشوه، قرآن و حدیث ما کم بگیره. راه نجات قرآن و حدیث است. و پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه و انزل الله، روان کرده، فرو فرستاد الله علیک بالای تو الکتاب قرآن والحکمت حدیثه. حدیث پیغمبر هم نازل از الله است، لفظش از جانب الله نه آمده، اما اصل مطلب الله روان کرده. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. قرآن و حدیث هر دوش منزل از جانب الله است. فرق قرآن کلماتش هم از جانب الله است، حدیث نیست. و علمک، تو را تعلیم داده ما او علمی که لم تکن تعلم، که تو نداشتی میدانی، نداشتی در امور دین و شریعت چیزی را نمیدانستی، الله برات تعلیم داد. در اینجا برای ما واضح میشه که پیغمبر علیه السلام الگو و نمونه برای امتش است. چرا؟ به خاطری که اینمی عمل کردی پیغمبر به بصیرت و به دلیل تعلق داره، سند داره، قرآن و حدیث موجود است. هر کاری که پیغمبر میکنه مستند است، هیچ احتمال خطا وجود نداره. یک دکتر اگر خب واقعا درسی قوی خوانده باشه، اشتباهش خیلی کم میباشه. چرا؟ به خاطری که قوت علمی داره، دانش داره، معلوماتی کافی داره. اما دکتری که معلومات کافی نداره، ده هر مریض اشتباه میکنه، با جای یک دوای دیگر هم میده، غلط میده. پیغمبر اینطور نیست. پیغمبر الله متعال در علم و دانش در مرتبه بالا قرار داره. از امو خاطر ما میگیم در میدان علمی کسی درجهش با امرای پیغمبر برابر شده نمیتونه. از امو خاطر است که یک عملش خلاف ثواب نیست، مطابق روشنی علم صورت گرفته، سرچشمه گرفته. از او خاطر قطعا این خطا نمیکنه. از آیات بر ما واضح میشه که الله متعال پیغمبران علیهم السلام در امور شریعت خیلی مسائل برش میگه که موتو نمیداره. از امو خاطر در بس سوالات و جوابات که آمده، پیغمبر وقتی روی دور داده به صحابه که چطور بود، بازوا جواب میگه الله و رسوله اعلم. در امور تشریعی، در امور تشریعی میگه که الله و رسولش میدانه، ما نمیدانه. و کان فضل الله علیک عظیما، است احسان الله بالای توی پیغمبر علیه السلام عظیما، خیلی بزرگ. قبلا انطور نگاه کرده از اینکه در خطا واقع شوی عالی هم، وگرنه اینقدر قوم برآمدگی دسیسه قوی را ساخته بودن که فیصله علیه یهودی اعلان شود و اینمی منافق بالکل بری و پاک اعلان شود، لیکن میخواستن تو را خطا بکنن در این حکم، لیکن الله متعال تو را نگاه کرد. لا خیر فی کثیر من نجواهم، نیست خیر، برکت نیست، ثواب نیست، نیست خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از نجوایشان. جلسات سری و مخفیانه را که یا برگزار میکنن، خیر و برکت نداره. تو در حراس نباشی. پیغمبر علیه السلام دشمنا همیشه اینمیطور حالتا را پیش میگیره. دوران اولی اسلام است. پیغمبر علیه السلام خود کوواری است، استوار است،
لیکن دیگه مسلمان ها وقتی از حالات کفار خبر میشه که در مقابل مسلمان ها جلسات داره، بسیار بار خطا میشه. اما الله متعال میگه که غم نکنی.